پر افتخارترین تیم فوتبال ایرانه که 39 بار عنوان قهرمانی رسمی و 28 تا جام کشوری داره. تنها تیم باشگاهی فوتبال ایرانه که هیچ وقت به دسته پایین‌تر سقوط نکرد. این باشگاه یکی از پر افتخارترین و پر هوادارترین تیم‌های فوتبال کل آسیا هم هست. 16 قهرمانی لیگ فوتبال ایران، 7 قهرمانی جام حذفی، 5 قهرمانی تو سوپر جام فوتبال ایران و 6 قهرمانی هم توی جام باشگاه‌های تهران داره. بله، اون پرسپولیس خودمونه. تیمی که علی دایی، شهریار ایران، کریم باقری با غیرت و مهدی طارمی توش بازی کردن و پرچمش رو بالا بردن. جالبه بدونین شبکه ورزشی ESPN هم توی گزارش پرسپولیس رو بهترین و محبوب ترین تیم فوتبال کل آسیا اعلام کرد. مهم نیست طرفدار چه تیمی هستی، مهم اینه که تیم مورد علاقت رو دلی دوست داشته باشی، چون همه تیمای فوتبال ایران نماینده کشورمون هستن. اگه شما هم عاشق پرسپولیس هستین، قلب پایین رو مثل رنگ این تیم قرمز کنین و اگه طرفدار تیم دیگه ای هستین تو کامنت ها بنویسین تا دربارش پست بسازیم.